امروزه این جمله ها رو زیاد میشنویم که جذابتر باشید، پولدارتر باشید، خوشحالتر باشید. اینها دارن در واقع به همون میگن که ما نه جذابیم، نه خوشحالیم، نه پولداریم. هر کسی به اندازه خودش جذابیت خودش رو داره. اینها باعث میشه که ما به چیزهای سطحی توجه کنیم، به چیزهایی که خیلی ارزش ندارن، خیلی جایگاهی ندارن، ما رو به اون چیزی که میخوایم نمیرسونن. وقتی که یه هدفی رو برای خودمون در نظر بگیریم، برای رسیدن به اون هدف تلاش کنیم، هر روز بیایم این توجه کنیم که چه کاری براش امروز انجام دادیم و چه کارهای دیگه هست که باید براش انجام بدیم، همون احساس رضایت درونی باعث میشه که ما تو چشم خودمون هم جذاب باشیم، هم خوشحال باشیم، هم پولدار باشیم. اون جذابیت درونی که باعث میشه ما این حسهای خوب رو داشته باشیم. امروزه میبینیم که خیلی ها هستن با اینکه عملهای زیبایی انجام میدن ولی باز هم دلش میخواد بیشتر عمل کنه، بیشتر کارهای دیگه انجام بده. این به خاطر همینه که اون احساس رضایت درونی رو نداره، از اون چیزی که هست راضی نیست، خوشحال نیست، چون هدفش رو گم کرده توی زندگی. هدفتون رو پیدا کنین، شاد زندگی کنین.